با شما گفتم سلاحایتان رو پرتایید وگرنه او را با آن دنیا میفرستم. شد. آرام شو. همه باید آرام شود. میگذاریم. ثابت. یگید شما هم سلاح ها را گذارید. تو هم سلاحت رو پرتو. یگید سلاحت رو پرتو. تو چی کار میکنی؟ با من بازی نکن. کنی سلاحت رو پرتو. کنی پرون یگید کارش رو تمام کن. یکون جایی ترسش نیست. آیا من تو رو همی خیل آموختم یگید پرون میگویم. علیه همه شکایت میکنم. و ناموس و شرف من دست دراز کردند. ضرری مادی و معنوی دیدم. برای منفعت های شخصی خودش مرا به این حال گرفتار کرد. سرگاه میرم. و تو میگویم یگید زودتر از چی میترسی؟ او را کش. کلنگ رو زیر کرده او را بکش. زود باش. خوب فکر کن یگید. میدونم که این آدم برایت لازم است. من به او رحم نمی کنم. دانسته گیر. مایلش میگذارم. سلاح رو به من ده. کنی با این اتاق گذارید. زودتر. به چشم من نگاه کن. دخترم را کشتی بس نبود که باز قصد من کردی. دهانت را پوش. درست کردم. سردارم در کار نیست. التجا میکنم. ای تو داغ سیاه امنیت. داغ سیاه امنیت. سردارم خواهش میکنم. التماس میکنم. التجا میکنم. بوده را نکرده. حاضر تو را لطکوب میکنم. من جانم را برای این وظیفه دادم. زنم را فدا کردم. تو برای چهره سیاه میگویی؟ از برای خدا این آدم برقص کرده ایستاده است. التجا میکنم. زاری تولا میکنم. این کارو نکنید. استا نگرد. آخر شما چی کار کردید سردارم؟ با فکرتان اونها یکون چیز رو فهمیدند آقای مظهر. مثل این نقشه های کشیده همون بازی را دوام ده. اگر یکی در حقیقت مرا میپروند وگرنه یکی از شاگردانی دوست داشتم را از دست میدادم.
چخل میبرایم؟ از این در میبرایم. در آنجا ما را بیهوش کرده میگریزی. فهمیدی؟ زودتر. رفتیم. برادر آقای مسر را ندیدید؟ کمی پیش اینجا بود. همراه لیلا گفتنی دختر. آن دختر آقای مسر را اسیر گرفته است. درحال همه را جمع کن. زودتر زودتر. وطن ثابت خیری زودتر باشید. زودتر. آقای مسر چه حال دارید؟ من خوبم. زودتر باشید. دختر میگریزد. از پای او شوید. ایستید. و توس یگید شما ایستید. چی شد آقای مسر؟ از پای یک دختر اینقدر آدم بسیار است. باید شاهین کایا رو فراموش نکنیم. کتاب تا حال در دست اوست. خیری ثابت از پای دختر شوید. خوب شد آقای مسر. نه آن طرف نه. دختر از این طرف گریخت. زودتر. آقای مسر شما رو با طبیب نشان دهیم؟ طبیبت را یک طرف مان. و تاس تو در حال به مهمان خانه که شاهین کایا می ایستد برو. در مهمان خانه در یگان جای پنهان شو. حتما یگان کس رفت و آمد میکند. خوب شده است. یکی تو با من بیا. دیدید رفیقان چه خیل به من حمله کرد. مرا از زین پای تیله داد. از رویش دو دعوا دارم. هم به جای کارم حمله کرد هم به جان من. رفیقان همتون شور باشد. احتیاط کنید. نجیب این خودت چی گفت؟ در اینجا چی شد؟ پدر زن من از این پای افتیده است. نتیجه کافت چی شد؟ یکان چیز یافتید؟ متاسفانه نه آقای داستان. همه جای رو کافت کردیم. یکون چیز نیافتید. آقای سینان باشد از این استفاده برده همه جا رو وقت خزانده است. حالا میبینم. و این کار را چی جواب میدی؟ نمیدانم. من کاری خطایی نکردم آقای داستان. من حاضر خبر شنیدم عمل کردم. من با تو نگفته بودم که به سخنان پیکس باور نکن. همین خیلی نه؟ حیاتت را سوزاندی. و مدیر امنیت چگونه میفهمانی؟ نمیدانم. خیری این دختر کجا گم شده از باشد؟ کجا دانم اکا؟ به این همه رو دیوانه کرد. بگمانم که در همین جای هاست. اکا انا بین انا در اونجاست. بین نزدیک شو. ایسا این دختر با کجا غایب زده است؟ دور رفته نمیتواند. در همین نزدیکی هاست. وای کایه ها از اینجا بر آمده رفته است. Як чипта тоото санае? تاکسی. ثابت شاهین کایا از مهمانخانه به تاکسی میشیند. از دنبالش میشوم. شاهین از میهمانخانه برآمده با مکان ملاقات میرود. مایلش جمع شوید. ما هم میرویم. خیری تو آن آدم رو میشنوی؟ میشنوم اکا. اکا به کدام طرف روم؟ با موزه مکه. با موزه میروند. آقای مسر ما هم میبرایم. شاهین به دادن کتاب میرود. آن کتاب رو نگرفته بر نگردید. تقدیری وطن در دست آن کسی است که کتاب در دست اوست. اگر به دستی آدم های بد نمیافتد آقای مسر. نگران نباشید. به تو باوری دارم. خدا خواهد شما را شرمنده نمی کنیم آقای مسر. بیا ثابت میرویم.
در حالی که بیگناهم برای اجتاح محکم هستم. این را من نمیفهمم. از من چی میخواهید؟ در محبس مردن را؟ من ملت و دولتم را مثل جانم دوست میدارم. با آنها اسیان کردنم را میخواهید؟ آیا من حق این سوالها را دادن و منتظر این جوابها را ندارم مگر؟ متاسفانه با یک چند دلیل‌های راست، دروغ و تهمت‌ها مرا دستگیر کردند. همه این تهمت است. میدانی چرا سودیا رو عوض کردند؟ نمیدانم آقای دادستان. سودیای اساسی ناگهان بیمار شده است. این بیماری های ناگهانی مرا بسیار ناراحت می سازد. اینقدر تصادف هم نباید شود. قرار میدیم مراجعت محکوم پرونده و ادوکاتش از طرف ما تفتیش کرده شد. از این سبب ما با قراری آمدیم یگان دلیل علیه جرم پرونده یافت نشده است. او در استقامتگاه خودش زندگی کرده و نیتی به یگان مکان دیگر گریختن را ندارد. از روی دلیل های ما قرار میدیم که پرونده در تنهایی به دادگاه کشیده شود. در تنهایی به دادگاه میکشید؟ چه خیلی میشود؟ آقای قاضی، این قرار دادتان عادلانه نیست. صدها پرونده دیگر وجود دارد. آخر برای آنها این گونه حکم جاری نمیشود. هر کس کاری خودش را کند. فهمیدی مرا؟ من چی کار کردنم را خوب میدانم. اگر یگان اعتراضی داشته باشید رفته به سودی عالی مراجعت کنید. اینجا آمده به من درس ندید. تبریک میکنم. تشکر سید بچه. امانت در دست من است. در کجایند آنها؟ به درون در آمدند. اکنون چیکار کنیم؟ شاهین ما را میشناسد. در اول نباید خود را نشان دهیم. منتظر شویم تا کتاب را دهد. بعدا به عملیات میگذاریم. من شاهین را میگیرم، شما دیگرش را. فهمم. میرویم. مایلش میدانیم. طیاره پرواز میکنه. امانت را گرفته درخل رفتن در کار. اینقدر آسان نیست. با تو شرطنامه بسته بودیم، همین خیلی نیست مگر؟ من وظیفه خود انجام دادم. کلی نشان ده. تبریک میکنم. تشکر. تبریک عالی جناب. تشکر شیرکی من. تبریک میکنم آقای کوبیلای. تشکر. لبا. تبریک میکنم سردارم. تشکر. مایلش یک دقیقه. جناب، شاهین با شما گپ زدن میخواهد. چه خیلی شاهین؟ برآمدید جناب. بله. اکنون مثل یک پرنده آزاد هستم. اکنون میتوانی امانت را دهی. از نام من تشکر بگو. این خوبیشان را اصلا فراموش نمیکنم. برای این کاری نیکتان به شما تشکر. این آدم وطن رو هم میفروشد. برای چی او را دستگیر نمیکنیم؟ این بیشرف رو به مرکز برده مجبور میکنیم که سخن کند. حسیات من هم همین را میگوید. اما عقل سرم میگوید که تا به آخر از دنبال آنها شو. به فکرم احساسات را یک طرف مانده به صدای عقل گوش دهیم بهتر است ثابت. آن آدم به کجایی که رود رفتن گیرد. ما هم از دنبالش میرویم. برای ما کتاب مهمتر است. این کار را به آسانی حل کردنتان ما را به حیرت آورد. ما دوستانی جانی داریم در وظیفه های بلند. در وزارت ها جایهای مخصوص اشغال کرده. در این گونه حالت های دشوار یاریشان را دریغ نمی دارند. درخواستی ما برای آنها امر می باشد. اگر بیمار نباشد خواهیم بیمار می کنیم. اگر به استراحت برآمدن خواهد او را دوستانمان به استراحت روان می کنند. این طرفش کاری من نیست. اکنون کتاب در دست شماست. حالا می توان گفت که صاحبی نبی این دولت شما هستید. تغییراتی که در این کشور میشد متاسفانه دوستان ما را غمگین کرده. حالا وقتی آن آمده است که به ترکیه ضربه بزنیم. این کتاب برای ضربه زدن به ما یاری میدهد. به
برای هر زمان این داد و گریفت منفی است. تا بازدید. تا دیدن. بطاس شاهین به طرف تو می آید. شد فهمیدم. ایست در بینشان چی گفتگویی میگذرد. از دنبالشان شویم خوبتر می شود. تو خودت را نمایان نکرد از خفای آنها شو. مایلش فهمم. تستر اوی میبراید. برویم ثابت. رفتیم. چیکار این چی؟ با من ده این جمادان را. شما کیستید؟ برای شناس شدن حالا وقت زیاد داریم. من شخصی دیپلمات می باشم. شما حقی مرا دستگیر کردن ندارید. سری هر دوی شما در بلا می ماند. بلا سری مرا نمیخورد. این هم سری ما همیشه در بلا است. خیر کو بینیم. کتاب مشهور در داخل همین جمادان است. این جمادان را با من دید. چی بلا بود ثابت؟ با این بلا همه همان شدید هستیم. سگ را که داشتی چوب را هم تیار کن برای زدن. کردیم که کتاب است اما در اصل بمب بوده است. ثابت اینجا کدام نقشه و عملی بد نهان است. خوب شد که جامدان را نگرفتیم. الو در کجایی وطاس؟ در اینجا کارها خراب شد. به جای کتاب بمب را گذاشتند. شما خوبید؟ خدا را شکر مثل بمباییم. گوش کن به من. کتاب تا حال در دست شاهین است. تو از دنبال اویی؟ بله از دنبال او هستم. حالا به نقطه فروشی سوزشواری در آمد. مایلش ما هم با اون طرف می رویم. یگان گپ شود با ما خبر ده. مایلش پلیس ها هم آمدند. من با آقای مسهر معلومات میدهم. چاره‌اش را میبیند. بیا با عمرانیه میرویم. رفتیم. شاهین با یک ماشین سبکرو به پارک در آمد. من او را پیگیری میکنم. فهمم وطاس ما در راه هستیم میآییم. مایلش گاز را زیر کن ثابت. شاهین باز چه حیله دارد. وطاس نباید تنها ماند. نهایت برآمد. با شرافتی تو شاهین جان، برای این قدر مشقت هایت از تو منت دارم. از آن که از محبت برآمدی خوشحالم. کتاب را دادم. خیر هیچ گپ نیست. برای تو دنیا را که دیدم میارزد. کدام کتاب را دادی؟ همان کتابی که از خانم گرفتم. کتاب خودمان. آیا تو مرا تا حال نشناخته شاهین؟ کنی به من یک نظر کن. آیا من مرغی که تخم طلایی میکنم نخود که آنها مرا کشنده؟ تو نباشد کتاب حالا هم در دستی ماست.
در حدیث آمده که بخیرترین شما کسی است که قرآن را به مردم می آموزاند. بار اول در تاجیکستان در مرکز پرودوسری همصدا طرز ویدیویی قرآن کریم، متن اصل و ترجمه معنی های آن در قرائت امامان کعبه عبدالرحمن از سدیس و ابراهیم از سریم تهیه گردید. در فیته مذکور اولین بار در برابر قرائت 30 جز 114 سوره قرآن کریم متن اصل با ترجمه پوره مصحف با زبان تاجیکی آورده می شود و جزء و نام سوره قرائت شونده نیز با حروفات کیریلی زبان تاجیکی نوشته شده با منظره های مفتون کننده کشورمان زینت داده شده است. این مصحف شریف هدیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بخشیده به 20مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به مردم عزیز کشورمان است. گوش میکنم خیری. اکا شاهین با کسی در باغ عطا صحبت میکند. صحبت آنها را به تلفن من انتقال داده میتوانی؟ البته میتوانم. انا انتقال دادم. تشکر خیری. کتاب را نداده باشیم پس چرا دادیم؟ در داخل سومکه یک بمب بود. اگر میگفتم تو واهمه میکردی بین هم تو او را نمیکشادی. آنها هم در جای جمعیت آن را کشاده نمیتوانستند. برای محافظت کردن تو راه انتخاب کردن بهتر بود. به خدا قسم این آواز شناس است. با من هم این صدا بیگانه نیست. در سرم یک نام چرخ میزند اما شاید او نباشد. کی باشد این آدم؟ پس کتاب در کجاست؟ در یک جای مخصوص. فکر کن کسی که آن کتاب را در دست دارد تمام این دولت در دست اوست. پس برای چی کتاب را میدادم؟ باقی بازی کردنش را ندانست. خیر به هر حال با شرافت او تو هم برآمدی. از دیدن تو بسیار خوشحالم. یگید یک کلمه را بسیار دوست می‌دارد. چه بوده است؟ جستی ملخک. پیکاس. بلا زند مگر او در محبس نبودن؟ تو هم حکم مرده را داری. معلوم که از محبس برآمده است. پس معلوم که داد و گرفت آنها برای همین بوده است. او به عوض کتاب پیکاس را از محبس آزاد کرده است. لکن پیکاس همیشه حیله نیرنگ میکند. کتاب گفتم به دست او بمب داده است. آرام یک دقیقه. در خصوص جای کتاب صحبت میکنند. وقتی که به اینجا آمدی از پسات کسی بود؟ ای نابکار. وضعیت مثل گفته‌ات نیست. احمق با توز را دیده است. خدایا کجا گم شدند آنها؟ گوش میکنم. و تو از آنجا دور شو. زودتر دور شو. تو را دیدم. در حال دور شو میگویم. چی؟ کاری خوب نکردی. ماتوس! الو ماتوس! ماتوس! جواب ده میگم. الو ماتوس! خوب هستی ماتوس؟ الو ماتوس! تو در کجایی ماتوس؟ چی حال داری ماتوس؟ متاسفانه آنقدر خوب نیست. بس 3 جایش تیر زدم. جسدش را شما جمع میکنید. ما کاری خود را کردیم. دستهایت را بالا کن. چی؟ دستهایت را بالا کن. از پس تو چه خیل آمدند؟ شاید در بدن تو اسباب جایگیر کردند. تلفن، ساعت، انگشترین چیزی که داری برو زودتر. چرا اینقدر بی‌پروا هستی؟ اگر دیگر وقت میشد این را در سرت میزدم. این را میدانی؟ چخیل این را ماندن باور کنید نمیدانم. دیگر تکرار نشود.
نباید به این خیل خطاگی ها راه داد. برای چی؟ برای آنکه نقشه های کلان داریم، بسیار هم کلان. برای یک خیر شخصیت ها قیامت نزدیک شده ایستاده است. شنیدید؟ شنیدید؟ مرا خوب گوش کنید. همه شما را یک یک میابم. کسی که نباشد مثل این رفیقی در زمین خوابیده تان جان میدهد. بیا میرویم. کارهای بزرگی داریم. با کجا میرویم؟ با یک واخوری مهم. باید یک آتش نو افروزیم. همین خیل نه؟ در کجا ثابت؟ ماشین نمی نماید؟ نمیدونم، با گمانم اینجا نیست. یگید در اینجاست. مغز دیلش تو حال کار میکند. فهم مادر نشته او را با مرکز میدهند. در آنجا کارهای لازم را انجام میدهند. خیری مرا خوب گوش کن. و تا زخم وزنی برداشته است اما زنده است. در حال اتاق جراحی را آماده کنید. فهمیدی؟ ما حاضر می آییم. من لشک فهمیدم. سلام، با شما کی لازم؟ با آقای سردار وا میخوریم. دعوتنامه دارید؟ نه، سورپریز میکنیم. رفته گبزن که پیکاس آمده است. او میشناسد. مرحمت سردار منتظر شماست. دیدید رفیقان چخیل به من حمله کرد. مرا از زین پای تیله داد. از رویش دو دعوا دارم. هم به جای کارم حمله کرد، هم آقای پیکاس خوش آمدید. ما فکر کردیم که شما در محبس هستید. ما باشد فکر میکردیم که جنگاور هستید. گمان میکردیم که در حال نمیفروشید. چی خیر؟ نفهمیدم. سردار برای نظارت آمده ایم. این چی خیل سخن است آقای پیکاس؟ خوب میدانید که برای بایکوت کردن رفرندوم از تحت دل کوشش کردیم. گوش کن سردار، روی شد سخن میکنم. یگان ذره کامیاب نشدید. با شما چی تعلیمات وظیفه داده بودیم؟ 2 صندوق آوازدهی را بستند که آدم ها آواز ندهند، یا اینکه آن صندوق ها را خونالود کردند تا اینکه رفرندوم را نابود سازیم. کنی به من گوید آن بایکاتی کرده شما چی فایده داد؟ آقای شاهین، عالی جناب پیکاس، آیا ریسک ها را برابر تقسیم کنیم نمی شود؟ آن عملیات هایی که از آنها سخن کردید از شما آید آنها یاری کاری نگرفتیم. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. در نتیجه همیشه ما بحث میکنیم. در حقیقت وقتی که در محبس بودم دقت مرا یک چیز جلب کرد. چه شد که شما اینقدر انسانهای صلح پرور شدید؟ 30 سال شد که در این سرزمین خون میریزد. اکنون کردها هم از این حال ناراحت میباشند. گروه ما روز تا روز خون بای میدهد برای سردار شدن. گروه همان حالا با کشتن کردهای خودمان سر کردند. بعد چی؟ فکر میکنم که حالا وقتی صلح بستن و دموکراسی آمده است. شنیدی شاهین؟ صلح و دموکراسی میگوید. اینها را پس سر کن سردار. اگر کامیاب شدن خواهی
برای عملیات بزرگ آماده شو. با فکرم تو نقشه خوبی داری. مرحمت سردارم. مرحمت. کنه تو ما را یک لحظه تنها گذار. اطاعت سردارم. خوب شد که در بین شما یک چند آدمی هستند که تا حال عقلشان در سرشان است. خیلی فیضا. خوب نپیکس. حادثه 12 سپتامبر ما را خیلی ناراحت کرد. در رفراندوم نه تنها شما باختید، ما هر یک طبقه دولت را از دست دادیم. اگر همه چیز را که از دست دادی، پس به طرف مقابل ضربه میزنی. از انقلاب سخن کردن از حقیقت دور نیست؟ با آن معنا انقلاب نگفتم. منظور من انقلاب حقیقی هست. چگونه؟ جنبشی که همه را به خاک یکسان کردن و این دولت را از سر نو ساختن است. رفیقانتان سفسطه های صلح و دموکرات میگویند. آنها را یک طرف گذار و مسئله اساسی را بین. در این موضوع با تو هم فکر هستم. همچون گروه احتیاج به این داریم. صلح، دموکراسی اینها به ما ضرر میرسانند. من در مبحث درو دراز فکر کردم. بازگشته و برگشته چین کردم. یک چیز را کشف کردم. عملیات بزرگی که تا به این روز کسی خیال نکرده است. عملیاتی که همه ما را باز به حیات پس میگرداند. عملیاتی که این دولت را مثل تارت از بین دو پاره میکند. به هیجان آوردید. گوش میکنم. انا این مادامی که زنده بودنش به ما فایده نمیرساند، با مردن او همه را از نو سر کردن. چی گفتی؟ سلام، من نجیب الماس. عمر در خانه است؟ دیشب به خونه ناومد. من هم خباتر شدم. به تلفنی دستش زنگ زدید؟ زنگ زدم اما نمیگیرد. او در کجا باشد؟ آیا یگون جای رفتنی دیگر دارد؟ هر روز به دکانی اسبازی میرفت. شاید امروز هم به همونجا رفته باشد. سلامت باشد. سردارم شما وقت دارید؟ وقت ندارم نیازی. سردارم یک شخص شما رو دیدن میخواهد. عین حال با کسی واخوردن نمیتوانم. اما این کس مدیر امنیت است. منتظر شما میباشد. این را آدم بریم بگو نیازی. اما آقای مدیر، او از آنجا آمد. این خیلی نمی شود آقای مدیر. حالا به دستم افتیدی نجیب. نبیاره هایم را از دستت میگیرم. تو تمام شدی. میفهمی؟ تمام. تمام. امکان پذیر هست. چرا امکان پذیر بوده است؟ بسیار وقت مساعد. فکر عالی جناب، برای ما هم خوب می شود. اما این امکان پذیر است. تو به من بگو برای چی امکان پذیر است؟ پس من به تو امکانیت آن را مهیا میکنم. گرد و اطرافی او مثل دیوار است. 700 نفر او را محافظت میکنند. 2 قایق هجوم کننده دارد. قریب 10 قایق برای امنیت. سیستم کیهانی و رادار. در حجرهش 10 عدد کامیرا. این تنها میدانستگی من. باز خوراکهایش مخصوص تیار کرده می شود. حتی آیله های در آنجا کار میکرده از این بیخبر می باشند. فیضا، تو فکر میکنی که من اینها را ناموختم؟ غیر از عزرائیل کسی نمیتواند. من میدرایم. 3 ماه شد که من در فکر این کار هستم. شما از پی صلح شدید. من باشم در فکری نجات دادن شما هستم. میفهمی؟ ما را یا خودتان را؟
این سخنهای صلح دل ما را گرفته است. بالا بودگی ها از این کار ناراحت دل خلق کرد را گرفته است. دیگر پروای آزادی و دیگر چیز را هم ندارد، پروایی ندارد. نباشد بسیار خوب. این عملیات آنها را زنده میگرداند. و من بگو در این کار شریک هستی یا اینکه نیستی؟ البته هستم. چیکار کنم بگو؟ به دست کودکانی که سنگ میزدن سلاح بده. به خندل گپ زن که آماده شوند. کسی که میتواند به شهر فراید. زمان آمده است که با آنها ضربه زنیم. نباشد از شما یاری بسیارتر میخواهیم. عملیاتی که پلیس کرد در دستمان هیچ چیز نماند. قریب 200 کیلو بمب چه 200 را از دست دادیم. این خیلی رفتن گرد از همه چیز میمونیم که کس. حالمان اونقدر خوب نیست. هر چیزی که میخواهی میگیری. بعد از این عملیات تا روز قیامت دیگر خلق ترک و کرد از صلح سخن نمی کنند. گروه شما از سر نو زنده می شود. با یک اشاره خلق را به خیابان می برارد. اگر آنها فهمند که در این عملیات ما شریک بودیم ما را زنده به زنده می سوزانند. با آنهایی که به ما باوری داشتن خیانت می کنیم. تو ریسک قدر را می گیری فیضا. خیر من می روم. باز یک چند کاری دیگر دارم. انتظار خبری من شو. یک چیز دیگر. کایامینیک چی می شود؟ کایامینیک مینیک میده چه؟ غمش را نخور. با او هم یک هدیه داریم. تو یک گپ میگویی او آمده گپی دیگر میگوید. با کی همکاری کنیم نمیدانیم. آیا تو کایامینیک را با من برابر میکنی فیضا؟ آیا این تحقیر نیست؟ کتاب در دستی اوست همین خیل. او حتی مقاوه کتاب را ندیده است. نباشد در دستی کیست؟ به فکری تو؟ کتاب در دست کسی باشد سلیمان اوست. ما باشیم مورچه ها. از این پس من سلیمان هستم دانستگیر. حتما. آیا میدانی که پلیس بودن رو به چی تشبیه میدیم؟ مثل دروازه‌بان. در 90 دقیقه 10 مراتب توپ رو میگردانی. اما یک مراتب از دست توپ رو سر دادی گل میشود. موهای دراز مردم گپت رو میزنند. خیر کار شدگی شد. میبخشی نجیب اما تو گناهگار میباشی. با پیکاس وا خورده ای. آیا یگان شخصی باوری رو نیافتی؟ رفتنم ثواب داشت. تو رو میشناسم نجیب. همیشه کفیل تو هستم. اما دشمنی شخصی دارم گفته چه خیلی این کار را انجام دادی تا حال این را نمیفهمم. این مسئله اصلا به شخصیت من تعلق ندارد. آقای مدیر از اینجا خبری اومد. اگر پدرم که باشد این کار را باز هم انجام میدادم. متاسفانه تلویزیون و روزنامه ها این خیل نمیگویند. میگویند که سردار امنیت نجی یلمز وظیفش را در راه بد استفاده برد. با پدر زنت زارای ناله کردم علیه تو دعوا نکند. راضی شد. آدمی با انصاف بده است. گوش کنید آقای مدیر. او بعضی کارهای ناشایمی انجام داده است. بدانید من همه این را یک فاش می سازم. گپی مرا گوش کن. تو کمی دیگر مهلت رخصتیت را دراز کن. خودت را خوبتر آماده کن میلش. این کار هم تا آن دم فراموش شده می رود. یعنی اکنون دیگر به من احتیاج ندارید؟ خطا نفهم. ما همیشه به تو احتیاج داریم. اما این گونه نه. خیر میلش. شما بهتر میدانید. پیکاس این چه کار بود؟ سردار را یک طرف مانده با یک چایچی سخن کردی. به خدا در حیرت ماندم. مدرشکه ها را میدانی؟ در درون یکدیگر هستند. این آدم ها نیز مثل مدرشکه ها درون به درون یک سیستم نظارت دارند. یکی لختک بر این پوشیده رول سردار را میبازد. او را آورده در آنجا میگذارند. سیستم کمونیسم بر این.
шахси галстукдор аз роҳ набарояд гуфта ӯро ба ҷои худ тарбия медиҳад. оё сардорони онҳо ҳамеша ҳамин хел мебошанд? ба шахсоне ки боварии комил доранд ин хел рафтор намекунанд. ба ҳар ҳол бодиққат бош. инҳо то маҳкама одамҳои худро доранд. барои худашонро нишон додан зуд аз байни мардум одамҳоро ҷамъ намуда онҳоро ба додситон мекашанд. ба онҳо ҷаримаи пул мебанданд. мисли додситонҳо. шоҳин, ту ба ин сарфам намеравӣ. боз мо гумон мекардем ки ҳамаи чизро медонем. ҳамаро забт кардан ку? ин қадар ҳам не. ҳамаро нагирифтанд, мо ба онҳо додем. бо як ишора ба назди мо медаванд. ҳай рафтем. минӣ ки майдаякро ёбем. боварам намеояд. Пикас озод шудааст. чӣ хел шуд ки мо бехабар мондем? пас барои чӣ дар куҷо буданашро аниқ намекунӣ? кофта истодаем ҷаноб, аммо гӯё ки ба зери замин дар омада бошанд онҳо. аз онҳо паю нишоне нест. ҳоли ҷаноб Атос чӣ хел аст? аз ҷарроҳӣ баромад? толеаш баландӣ кардааст. хушбахтона ҷароҳаташ он қадар вазнин нест. албатта хуни бисёр рафтааст, аммо зинда мемонад. чӣ хел ҳаминро фикр накардем? чӣ хел? чӣ хел? озод шудани Пикас хуб нашуд дигит. маълум ки ором намеистад. кайҳо бозроҳ занҳояшро ҷамъ овардааст. кори карда ӯро ёбед. маро шунидӣ? агар зери 7 қабати замин дарояд ҳам ӯро пайдо мекунам. бо ӯ ҳисоби дирӣ надорам. ҳоло вақти он ҳисобот расидааст. ман меравам оғои Масар. дар ин ҷо истода ӯро намеёбем. ба зудӣ макони ӯро ёфта ба шумо хабар медиҳам. наҷиб юлмаз сардори амният оид ба корҳои муҷодала бо террористон ки чанд моҳ қабл дар як амалиёти террористӣ завҷаашро ба қатл расонида буданд хабар доданд ки як муддат аз вазифа озод ин карда зан чӣ мегӯяд хайрӣ? гӯш кун. диша ба анбори қамазҳои падари занаш ҳамла кард. вақте ки ягон натиҷаи дуруст ба даст наомад, падари завҷаашро лату кӯб кард ва оиди ин амалиёт бошад наҷиб юлмаз. ака ба фикрам ки боз чоҳе канданиянд. ту вазифаи худатро иҷро кун. вазифаи худатро. Пикасро ба ман ёфтаде. Пикасро. ҳамаи маълумотҳои шоҳинро ҳам ёб. корди бонкиашро, қайдҳои телефониашро, ҳисобҳои бонкиашро, ҳатто ҷарима варақаҳои мошинашро ҳам пайдо кун. ҳамашро пайдо кун хайрӣ. майла шака меёбам. ҳатто чормағзои дар айёми кӯдакиаш дуздидаро ҳам меёбам. нигарон набош. шумо ба куҷо меравед? кори ту чӣ хайрӣ? кори ту чӣ хайрӣ? майла шака, дигар намепурсам. қадаҳро шикаста зери манаҳаш мондам. ба фикрам мисли он ки дар филмҳо мешавад. бачӣ шуд? ҳоло ба хабарҳои еркинголу мегузарем. соҳибкор Қубилай Шоҳин ки 3 моҳ қабл ӯро бо ҷурми еркинголу дастгир карда буданд, имрӯз баъд аз қарори додситон ба озодӣ баромад. қаҳрамони асосӣ озод шуд. ҳоло бошад наборҳои озод кардани Қубилай Шоҳинро мебинем. оғои миник чиҳо мегӯӣ? одами асосӣ озод шуд мегӯям. одами асосӣ гуфтӣ? ӯ кист? Пикас дӯсти азалӣ ва душмани абадия. модаме ки душманат буд, пас чаро ӯро дар маҳбас накушти? оё фикр мекунӣ ки саъю кӯшиш накардам мисли рӯбоҳ дар ҳиллакум аст? ҳоло ман чӣ кор кунам? оё шумо ӯро мешиносед? не, намешиносам. чаро аз ин одам ин қадар метарсед? агар мешинохте шумо ҳам мисли ман метарсидед. бисёр инсони хатарнок аст, бисёр. ҳатман аз дунболи ман мешавад. натарс каяминик, ман пуштибонат ҳастам. ин кори шӯхӣ надорад духтур. корро ҳал кардан дар кор. умаро наёфтам, мо бояд ӯро ёбем.
سلام، با شما کی لازم؟ در اینجا مینیکی نابکار هست؟ چه گفتی؟ رفیقان در اینجا کی هست؟ خایا مینیکی نابکار. شنیدی کی بوده است؟ شنیدم باید در درون است. کی در درون است؟ نابکار. اپای هنر قربان یک بمب شد. رانا را به چاه پرتافته کشتند. جسد ممدوح یافت نشد. خداوند همه‌شان را رحمت کند. آمین. انا بین نجیب سردار حتی سنگ مزار مرا هم مانده است. از زنده بودنم بیخبر است. نجیب سردار که همه دوستان خود را گم کرده چطور به غضب نآید؟ ثابت آفرین. اما تو زنده ای ایگید. زنده بودن من چه اهمیتی داره ثابت؟ آیا سردارم از این با خبر است مگر؟ نه، اما البته که میفهمد. ببین نجیب سردار میآید. حاضر نباید با خبر شود. بیا پنهان میشویم. اومد حالا میسوزیم. اومدم گیرم میبینم که چی میشود. از جایتون نجنبید. سلاحایتون را پرتاید. هرگز نپرتو. آفرین، آدمی جسور بوده ای. برای مردن تیاری؟ مردن؟ البته که برای مردن. اگر حاضر تو مرا پرانی، آدم های من مثل تماشابین می ایستند، تو را پارا میکنند. سلاحت را پرتا. آفرین. برای آن نابکاره که در خفای تو است مردن نمی ارزد. پیکاس جان کجا شدی؟ اما باشه منتظر بودیم که انا امروز یا که فردا میبرای. مدام که بر اومدی آدم یک خبر میدید آخی. کاری خوب نکردی. برای تو چی؟ سیخ کباب؟ شوربا؟ یا مدراکی؟ چی گفتی؟ در حقیقت انسان وقتی که دوست داشتهش را از دست میدهد بعد به قدر او میرسد. خطا نفهم، فکر نکن که من تو را قدردانی نمیکردم. از وقتی که تو رفتی دست و پایم شکست. وقتی که تو بودی همه گلستان بود عزیزکم. نمیگذارم که آنها خانه مرا سوزانند. عائله‌ام را جمع و گرد میکنم. کودکهایم را به آنها نمیدهم. قاتل تو را میابم، قاتل رانا را، قاتل ممدو را، کسی که گید را از دست من گرفته بود حسابش را میپرسم. در آنجا کیست؟ چین زنت سردارم شنید. در آنجا کیست گفتم؟ با تو و با این دختر زیبا یگان گپی ندارم، اما این کیامینیگ را پاره میکنم. مثل دانه های خون میده میکنم. بعد برای استفاده خانه سازی به ساختمانچیان میدهم. آلی جناب، من یک مینیکی خورده ککم. اگر مرا پچق کرده کشید هم به شما فایده نمیده.
چه میمونم تو در حق ما خیانت کردی، سگا را کشتی، مرا فروختی. حق تو مردن است. در اونجا کی هست؟ کسی که باشی با میدان برو. تیر رو در پیشانیت نخورده برو. ایستو، من میبرایم. حالا در قبرستانم، قبرت رو میکنم. مرد باشی برو. ایستید. نجیب سردارین منم، نپران. ثابت، در اینجا چیکار میکنی؟ برای دعا کردم به سر قبر یگیت آمده بودم. برای چی پنهان شدی؟ اینقدر داد زدم برای چی نبر اومدی؟ نتوانستم. آخر یک بار هم برای تعزیه بیان کردن آمده نتوانستم. شرم داشتم که از این سبب نخواستم که نزدت برایم. رفتنی بودم که ناخواست تلفنم زنگ زد. آفرین ثابت، نقشت را خوب بازیدی به خدا. شاید خیری یگان چیز پیدا کرده باشد. انشاءالله که یگان وقتی مساعد وام خورید نجیب سردار. انشاءالله. خیر، خدا یارتان. از برای روزهای گذشته یک بار دیگر امکانیت پیکس. تو حق مردن داری، همین طور نه؟ اما من میخواهم که با تو بازی کنم. میدانی که در محبس خیلی غمگین شده بودم. چی کار میکنی؟ انا بین حاضر چی کار میکنم؟ انا بین تو فرصت داری تا برآمدن تیر سخن بگو که تو را نکشم. مایلش با تو چنون معلومات های میدیم که است انا گوش کن. ایگیت زنده است. مثل همون گفته ها بسیار خوب، اما کافی نیست. اگر زنده باشد باز رو میکشیم. زندم؟ 2 ثانیه دیر ماندی. ایست پیکس، باور نمیکنی ملیکه هم زنده است. انا این گپی دیگر. بله اما جوابی میخواستگی من این نیست. بمب برای خبر میدیم. پیکس، کتاب در دستی من است. کتابی که همه از پای او میباشد در دستی من است. انا این گپا دروغ. آیا کتاب در دست تو است؟ کتاب در دست تو است. کایمنی با تقدیر بوده ای. انا گیر باز یک امکانیت دیگر. چی شد خیری؟ زودتر گپ زن. زودتر. تمامی حیات و فعالیت شاهین رو کفتم.
چی یافته؟ در کجا زندگی میکند؟ با کی زندگی میکند؟ چی میخورد؟ چی مینوشد؟ همه‌اش رو گفتم. کو بگو چی یافته؟ گپ زن میگویم. از آنجا یگان چیز نیافتم، اما باز گفت و گپ را ادامه دادم. صورت حساب‌های بانکیش رو تفتیش کردم. مرا دیوانه نکن خیری، گپ زن چی یافتی؟ پس از گفتگوی طولانی معلوم شد که شاهین قرض صورت حساب یک زن رو پرداخت کرده است. یعنی خیری؟ یعنی که این زن از آدم‌های شاهین است. ای خیری، کاری اساسی را گپ زن. علاوه بر این زن یکی از دخترهای عزیزم میباشد و سرکمیسرم. مرا با دقت گوش کند. خیر؟ گفتگوی تلفنی این زن رو هم گرفتم. با او با نزدیکی باید واخورند. گوش کن، انا این دیگر گپ، انا این کارت خوب است. بین ترکان و کردان یک جای کلان کنده زدم، یک سرقانونی نو نوشتم پیکاز. یک سرقانونه که اما یک جا دولت کردها رو تشکیل میکنیم. یعنی که زنده میمانی ها کیامینیک. این چه سرقانون بوده است؟ یعنی تیستر برار انا در اینجا گوشگو میخونم. ماده یکم، دولت مستقل. ماده دوم، این دولت تماما از ملت کردان می شود. قانونهای دین به اعتبار گرفته نمی شود. هدفی فرهنگ و تمدنیشان باشد به ایمانی می شود. ماده سیوم، دولت کردستان و ملت کردان یک پارچه جدا نشونده است. زبانشان باشد کردیست. پرچمش زرد، سبز و سرخ می باشد. پایتختش باشد امید هست. این چیست مینیک؟ از سرقانونی ما دزدیده به آنها داده ای؟ این سرقانونی ساخته است، فهمیدی؟ پیکاز، دولتی ساخته را سرقانونش هم ساخته می شود. پس باقی ماندهش در کجاست؟ اگر زنده ماندنم را اجازه دهی میفهمونم. التجا میکنم مرا نکش پیکاز، الله جزای مرا دهد. فهمیدم تو رو فروخته بودم. برای چی؟ مجبور بودم، دوره اینو تنجی بود. از این پس من در خدمت شما که همیشه اطاعت کردنت رو میخواهم مینیک. عاقبتت بد میشود. اگر یک خطا کنی جانت رو میگیرم. وعده میده. من یک آدم عاجز در نزد شما برای دعوای عالیم جانم را برای تو فدا میکنم برادر جان. اینقدر تیز از راحت گشتی در کتاب ریکورد نوشته میشوی. متاسفانه انتخابی دیگر ندارم. تو رو میکشم. حالا باشد گپ را بس کن. سرقانونی که نوشته ای در روزهای نزدیک آن را عملی میکنیم. من و آدمهایم در خدمت شما بودن را شرف میشماریم. کنی به من بگو از دستت چی میآید؟ در قندیل تقریبا 2000 نفر منتظری فرمانی منند. خواه در کوه و یا در شهر آماده‌اند که جنگ کنند. بسیار خوب. و تو برای این کارت فرصتی بسیار خوب میدیم. برای یک عملیات بزرگ تیاری میبینم. با من بیایید و شما نقشه هایم را نشان دهم. با کجا میرویم؟ با دیدن نقشه بزرگم کیامینیک. بیایید همه میرویم. از قفای ما آمدن گرید. زودتر. من همین حسابیت امینم به ما دام گذاشتم، اما با اذن خداوند همه‌اش معلوم می شود. قاتل زنم را می یابم. بازی این حرامی ها را ویران خواهم کرد. اگر یاری لازم باشد بپرسین سردارم.
لابای بیا میرویم ثابت. ما مکان شاهین را یافتیم. مایلش حاضر میآیم. سردارم، من باید بروم. باز یک بار دیگر تعزیه مرا قبول کنید. رحمتی کنم. سردارم چه حال دارد؟ خوب نیست. فکرش پریشان است. او را هیچ وقت این خیل ندیده بودم. اگر زنده بودنی تو را فهمد حالش خوب می شود. تنها تو نجیب سردار را سرجم کرده می توانی. آن روز هم می آید. کسی که اپی هنر را، رعنا را و ممدوح را کشته از آنها را یافته حسابی می کنیم. اما اول باید کتاب را پیدا کنیم. رفتیم. در دور اول کرم رو تنها میگذارم برادر. در همه مسابقه از همین خر خلاص نشده رفتی. کرم برد میکند، من نه. شما از قفایش نعل اسب جمع میکنید. اسب میدود بخت برد میکند عمر. اگر در تقدیر تو اسب سیاه بدود چی میشده باشد؟ نجیب سردار؟ عمر برای چی به من دروغ گفتی؟ با تو دروغ نگفتم سردار. اما خبری داده دروغ برآمد عمر. سردارم گوش کنید، من از این کارها خبر ندارم. آخه این چی گپه؟ به طرف عمر فشار میکنه. برادر چیکار میکنی؟ از این گپ که بیخبر بود. پس چرا به من گفتی که شبانه بال میبرم؟ در حیات سرت یک آدم به تو خوبی کرده بود، باز با او بدی کردی. من به شما بدی نکردم. آخه یاری دهید دوستان، یاری دهید. یک طرف استید. به شما کاری ندارم. عمریست نگریز. آرام شو. من از دنبال تو نیستم. مرحمت سردارم، مرحمت اکی ثابت. به شما قهوه را چیکار کنم خیری؟ به ما معلومات لازم. به ما معلومات یار، معلومات. در فیلم ها این خیل می شود که در سری وظیفه یکشن جسه است که در دست یکی از آنها قهوه همیشه به صحنه می براید. دیوانگی نکن خیری. بگو خانه زن در کجاست؟ خانه زن انا همین بنا است. نباشد رفته گیریم این خانمی آقای شاهین را؟ اکا عجب خانمی آقای شاهین قدش چند متر باشد؟ رفته 2 متر گیرم. بیهوده خود را ماندن همه کردیم. خدا جزایت را دهد خیری. هیچ از مسخره بازیت نماندی. از پیکاس یگان خبری هست؟ پیکاس و شاهین یک جا می باشند. خانم با آنها در یک انبار وا می خورده است. ما هم از دنبال آنها می رویم. به خدا بازم تو هم از عهده کار می برایی. مرا مجبور نکن که بار دیگر تو را استنتاق کنم. این را با تو که کرد؟ آقای سینا فرماندار با من گفت که اویدی من به نجیب سردار خبر ده. من باشم گفته های او را کردم. آخر او رئیسی ما است کو کارم را معاشم را او میدهد.
آیا سینان میدانست که من بر ضد او عملیات میگذارم؟ آیا این دروغه که گویا با را تسلیم میکنید او به تو گفت؟ بله کندن چهار او فرماندار. اجازت ده بیروم. من اگه گناهی ندارم. از پای زندگی خودم هستم. سینان بیناموس، آیا فکر میکنی که حسابش راست نمیپرسم؟ از دهانت کشیدن نمیگیرم مگر؟ اگه اجازت ده روم، زن و فرزند دارم. قربان شما شوم. برو عمر، برو. تشکر اکا. با تو کار کردن هم حرام است. ظاهر چیزی که باشد باطنت هم حرام است. چیکار پس شما برو با منزل ببریم. راه گرد راه گرد. درو بدنون درو خاموشی. شما رو یک لحظه ممکن است؟ لبه چی میگوید؟ از تو یک چیز میخواهم. در این اسم شب چی میخواهی؟ جانت را. میمیرم. کی این کارا با تو کرد؟ میمیرم. یاری دهید. سردارم مرا ببخش. آرام شو عمر، تو رو با بیمارخانه میبرم. شما از من چی میخواهید؟ شما کیستی؟ کی بودنی ما مهم نیست. اصلا کی بودنی تو مهم است. اگر کی بودنی مرا میدانستید مرا این گونه نمیگریزاندید. نه ما تو را نمیگریزانیم. با جای ضروریت صحت و سلامت برده میرسانیم. کی بودنت را، چی کار کردنت را و با کجا رفتنت را میدانیم. حالا باشد و ما راه را نشان میدهی. گوش کنید شما آیده چی سخن میکنید من نمیدونم. همین طور. حمیدی نکنید که جا میکنم. راه را با ما نشان میدهی یا نه؟ مالش نشان میدهم. در طرف چکمک‌های در تخوانه باید بخوریم. با من دروغ نگو میگویم. نه راستش رو میگویم. در یک انبار پا میخوریم. التجا میکنم مرا نکشید. بلبلکت به خواندن در آمد. حالا به ما راه را مثل آدم نشان میدهی. در سامان دیده وقتی که به بشکتش میگذاری به طرفی چکمک‌های میگردی. آفرین به تو، آفرین. بله انا همینجا. در کجاه؟ میدانه که علیه این دولت عملیات بزرگ را میکنیم. من در اینجا معلم. متاسفانه نه. چرا سردارم؟ برای اینکه در اینجا تعلیم نظریوی نه بلکه تعلیم عملی داده می شود. کنی با من بیایید. میبخشید خانم لیلا شما نآیید. آخر گفته بودی که در اینجا تعلیم نظریوی داده نمی شود. من یکی از جان فداهای این کار هستم. اما میبخشید خانم لیلا شما نآیید. هنوز. اما پیکاس لیلا یکی از شاگردان اولین درجه من می باشد. تا حال تو شخصی میدانستگی و با باوری من ندار آمده ای خانم لیلا. بخشش لیلا. رفتیم با من بیایید. کاری کرده اینجا رو با آقای مظهر نشان دادم لازم. زارت ماکس برداری کنه. پیشگاهی ما را نگیره. التماس راه ده ماکس برداری کنه.
خواهش میکنم خانم پولتون رو به دست بیارید. خانم آرامش رو به دست بیارید. خواهش میکنم. التماس نروید. پولتون رو به دست بیارید. نروید خانم. تسلیم نشوید. التماس میکنم. رفیقان گوش میکنم بابا. التماس خلال نرسونید رفیقان. بقوا روید رفیقان، بقوا روید. نزدیک نشوید. بس از رفیقان. با امنیت به عدالت باور کنه با کاری لازمه رو انجام بده. سردارم مرا ببخشید، نسبت شما بی‌حرمتی کردم. اجرا کنید کمیسار، وظیفه‌تان آمده است. رفیقان چه شد؟ کاری عمر را تمام کردی؟ چگونه بر اومدن جانش رو دیدم؟ بسیار خوب. این کار بسیار هم به آسانی حل می شود. کنی بینیم نجیب از این جاندار جانش را چه خیل خلاص می کرده باشد. خیر مایلش، اگر یکم قربانی دیگر داشته باشید به پیکاس خبر دهید. مرحمت دارید. بله، گوش کنید. این یک ساختار است که به نهایت بی خطر می باشد. در داخل حجره 3 در بیرونش 7، همگی 10 کامera بوده، در 2 کامپیوتری علاهیده ثبت کرده می شود. علاوه بر این برای داخل شدن این حجره ها 10 افسران مثل دیوار هست که باید آنها را گذری. برای خودت یک کله محتشم کردی پیکاس. لیکن یک چیز رو نفهمیدم، برای چی در تگ زمین نکردی و در انبار ساخته ای؟ منیکم این قلعه نیست. پس چیست؟ حجره است که شخصی در هدف بودم در آن زندگی میکند. شخصی در هدف بوده کیست؟ انا حالا از بیرون نظر میکنیم به این نقشه. اینجا یک جزیره مخفی در آبهای ترکیه است که چخیلی که میبینید از 4 طرفش آب است. نه از زمین نه از آسمان کسی در آمدن نمیتواند. تقریبا 700 نفر محافظان مخصوص تعلیم داده شده 24 ساعت اینجا را نظارت میکنند. آن همان شخصی در هدف بوده در همین قسم جزیره در محبس است. در اینجا خواب است، در اینجا میخورد، در اینجا کتابهایش را میخواند، در اینجا هوا میگیرد. در اینجا ها؟ پس ما چیکار میکنیم؟ یک عملیاتی میکنیم که در فکری تو نمی آید. شخصی هدف بوده را سوی قصد میکنیم. چخیل پیکاس، چخیل به این گونه مکانه که پر از محافظ میباشد میتراییم. گوش کن، وقتی که مرا به محبس در آوردی کیامینیک، اصلا برای من خوبی کلان کردی. به عقل انسان فکرهای عالی جناب وقتی می آید که در درون 4 طرفش دیوار است. نگران نشوید، من نقشه همش را کشیدم. به این جزیره می رویم، به این حجره می دراییم و این کس را کارو حل میکنیم. وقتی که به طرف چپ میگردی یک بینوی زردی رو میبینی. اون بینو رو که گذشتی بعد از 200 متر به انبار میرسیم.
سردارم نگاه کن چی افتم. خاموش، از طرف این فکر رو نگذارم. با من شخصی هم دست نرسان. خیره، به فکرم در داخل آن چیزی مهمی می باشد. هرگز آن را گم نکن. این خیل نگوید سردارم. تو آرام کشین. فکر عالی جناب، داهیانه عالی جناب، حادثه عالی جناب برای 100 ساله پیشین. زنده باش پیکاس. این سرزمین بعد این عملیات بزرگ به خودش نمی آید و باز ما صاحبی دولت می شویم. مثل پیشتره این دولت از ما بود و از ما می ماند. مدهیش همین قدرش کافی است. حالا وقت کار است. بیاید از پس عملی شدن این نقشه همان شویم. با فکرتون اونها یکون چیز رو فهمیدند. دختر جانم، یک عملیاتی کلان است که اگر شنوی گوشهایت باور نمیکنه. فراموش نکن، دیوار موش دارد، موش گوش. شد تمام. جناب سوزن به اینجا می اومد، فلشکتیس را می آورد. مایلش، تو منتظری وای شو. پس چیکار کردن را میدانی؟ دادا؟ دادا جون؟ چی شد دادا؟ هیچ چیز نه دخترم. بچه ها بخیر است؟ چی گپ شد؟ با خدا که نجیب سردار رو با جنایت تهمت میکنند. سردارم اینها چی میگویند؟ این گپ راست است؟ سفسطه نخوان نیازی. دادا؟ یگان چیز نشده است دخترم. با دقت باشید. خیری، تو در بیرون ایستا. مایلش. راهگرد میگویم، راهگرد. آرام ایست گفتم، آرام. در اینجا کسی نیست. اینش باز چی است؟ شاید بینای معماران باشد. عجیب، اینش باز چی باشد؟ هیچ چیز را نفهمیدم. سلاحایتان را به زمین پرتایید. تو خودت پرتا سلاحات را. نباشد سر این زن را پاره میکنم. پرتا سلاحات را، پرتا. بینندگان عزیز توجه نمایید به این خبری اتصالی. روغن تازه اتصالی برکت پیشنهادی خریداران گردید. این روغن با تکنولوژی جدید از بهترین پنبه‌دانه پخته آماده گشته صفت بلند غذاناکی دارد. استفاده آن در تمام نمود طعام‌ها کفالت لذت بوده هنرمندی آشپزان و کدبانوان را دوچند می‌گرداند. خوش‌طعمی در برکت است. روغن برکت را از مرکزهای سودا خریداری نمایید. تلفن ها برای خریداری یک لوح و چکنه 918 88 44 99 918 46 85 96 48 701 01 35.
равҳани баракат дар хона ҳам осонӣ мебахшад. равҳани баракат баракати дастархони мо шумост. шифоёбӣ эҳсоси гуворое барои ҷисму рӯҳ аст ва муҳим аст ки шумо беморро бо усули комилан бехавф ва муосир табобат кунед. маркази тиббии табобати чинӣ ҳамин гуна усулҳои анъанавӣ ва муосирро барои шифоёбиятон пешниҳод мекунад. сӯзанзании чинӣ, гиёҳдармонӣ, табобати маризиҳои қалб, фишори хун, пӯст, амрози занона, гӯш ва бинӣ, бемориҳои урологӣ, узвҳои даруна, сутумуҳра ва амсоли ин акнун дар як марказ берӯзи истироҳат барои шумо пешниҳод мегардад. акнун шумо имкон доред ки бо истифодаи таҷҳизоти муосир аз санги гурда бе кадом ҷарроҳӣ ва изи он халос шавед. суроға шаҳри душанбе, маҳаллаи 65, кӯчаи фирдавси 8, маркази табобати чинӣ. шифоёбӣ инҷо арзону осон аст.